از فوجیه فرخور به دریا پرتافته شدن 4 فرزند از سوی مادرشان 3 روز گذشت، اما تا حال جسد 2 کودک یافت نشده است. خود مدینه حلیموی 27 ساله از آن روز گرفته در بازداشتگاه است و مقامات واقعه را تفتیش میکنند. این زن گمانبر به کشتار است. مقامات ناحیه فرخور فقر و نداری و مشکلات روزگار را همچون سبب واقعه رد میکنند. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه فرخور روزی 3 ایول به رادیو آزادی گفت که 3 روز است به این خانه میروند و میآیند. با گفته او خوشتامن، خواهران شوهر و حتی همسایگان از مدینه و رابطه هایش با اویله شوهر ستایش کردند. خوشتامنش گام میزنه، میگه من هیچ وقت کلینم این خیلی مثال گپ کرا ندیدم. اول خودم میکرد یعنی 3 متر وسط دری و ایوخی علویده زندگی. اما دروی خونه که میگه خودم با پیش من میآورد که ما در دیگه من چیزا دختم گفتم چون این زمانی معلوم چیه خیلی مقامات معین کمش میبره. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه ادعای خانواده شوهر را که گویا مدینه حلیموی مشکلی روانی دارد رد کرد و گفت تحقیق نشان داد که مدینه در هیچ بیمارستان همچون بمور ثبت نشده است. او به تکرار گفت که تحقیق مقامات همه حالات را دقیق خواهد کرد. در اداره کمک اولیه بهداشتی و طبی ناحیه فرخور گفتند که مدینه حلیموی 4 فرزندش را بدون هیچ مشکل به دنیا آورده، حتی در قید بیمارستان و یا بنگاه طبی دهات نبوده است. خانواده قدرت‌الله شریپوف همسر مدینه حلیموی در صحبت کتبی به رادیو آزادی فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زن دیوم را نیز رد کردند. آنها ادعا کردند که مدینه حلیموی بیماری روحی داشته و منتظم او را طبابات دعاخوانی می‌بردند و در گذشته هم یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه فرخور گفت که حالا مقامات حادثه را تفتیش دارد. با گفته او به زودی قضیه از سوی مقامات روشن خواهد شد که سبب دست به این عامل زدن مدینه حلیموی در چی بوده است. در تاجیکستان حادثه های در رود و نهرها غرق شدن مادر و فرزندانش بار اول نیست و در گذشته اکثر چنین حالت ها را مقامات به خشونت خانوادگی ربط داده اند. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به همین سبب اشاره میکنند.